بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام بر دوستان عزیز. امروز اومدیم بهتون آموزش ساخت بازی ویدیویی بدیم. حتی این بازی ویدیویی که میسازین میتونین ویندوز خروجی بگیرین، خروجی ویندوز بگیرین. قبلا خروجی اندروید هم میتونستیم بگیرین، ولی الان متاسفانه ارور میدن و سرورشون جواب نمیده اندروید خروجی بگیرین. فقط ویندوز میتونین خروجی بگیرین و انتشارش بدین و با دوستاتون یه بازی آنلاین بسازین، لذتش رو ببرید. اسم نرم افزارمون هست سایبرکس 3D. سرچش میکنیم توی گوگل کروم رو باز میکنیم. تو گوگل کروم سایبرکس 3D رو سرچ میکنیم. همین لینک اول سایبرکس 3D فری آنلاین 3D گیم مارکر گیم میکر 3D.com سایبرکس 3D فری آنلاین 3D گیم میکر. خب دانلود رو میزنیم. سه تا نسخه داریم: ویندوز، کروم او اس و لینوکس، که ما ویندوز رو به سیستم عاملتون، اگه سیستم عاملتون ویندوز، اگه سیستم عاملتون لینوکس و اگه سیستم عاملتون کروم او اس، که همتون سیستم عاملاتون ویندوز میزنید. ویندوز 7 8 10 ساپورت میکنه، میزنید دانلود بشه. حالا من از قبل دانلود کردم، نمیخوام دانلود بشه، میبندمش صفحه رو. خب به جاش سایبرکس 3D مونو نرم افزارش رو باز میکنیم. سایبرکس 3D خوشبختانه رایگان هستش و نمیخواد هیچ هزینه پرداخت کنید، فقط نصبش میکنین و باهاش بازی میسازین و خروجی ویندوز میگیرین، پخش میکنین توی وبسایتتون یا سایت های رایگانی که وجود دارن، آپلودش میکنین و لینکش رو میدین دوستاتون نصب کنن و استفاده کنن. من از قبل یه پروژه آماده کرده بودم، پروژه GTA P. اوکی بزنم. خب این پروژه رو من آماده کردم. حالا بهتون تو قسمت بعد آموزش میدم که چگونه لباس سایبرکس 3D و لباس کاراکتر بازیتون رو رنگش رو عوض کنین. اصلا کاراکتر بازی ما همچین لباسی تنش، همچین بلوزی و همچین شلواری که رنگش آبی باشه و همچین بلوزی که رنگش زرد باشه نیست. من خودم کاستومایزش کردم با فتوشاپ و شلوارش آبی کردم، بلوزش هم زرد کردم، بعد یه چیزی رو روش نوشتم. اون خیلی قبلا باید دوباره تغییرش بدم. AF دانلودرش کن، این قدیمیه. خب اسم قدیمی شرکتمون بود که الان AF دانلودر شده، باید تغییرش بدم، AF دانلودر بنویسم. و الان من پلیو میزنم، ببینید چقدر خفنه. هم با شما اینجا با دبلیو میتونید بریم، با فلشای جلو عقب راست چپ که بردتون هم میتونید برید. اینتر رو که بزنید سوار ماشین میشین، بک اسپیس رو بزنید پیاده میشه. خب دیدین هنگام حرکت اگه بک اسپیس رو بزنید ماشین پیاده میشه. دبلیو و شیفت رو بگیرین، تون میره. دبلیو اسپیس رو بگیرین میپره. من سلیم خان بره، دقیقا مثل GTA، البته با سایبرکس 3D و خیلی خفن و جذاب. الان به ماشینمون برسیم.
ماشینمون رسیدیم. حالا اسپیس رو که بزنین اینجوری ترمز بگیره. دیدین که چقدر خفن دستی کشیدم. اسپیس رو که میزنین در اصل دستی میکشه، ترمز دستی میکشه. خب دستی میکشه. دوستان سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. حتما ما رو سابسکرایب کنید، دنبالمون کنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید روی آل. توی آپارتم زنگوله نوتیفیکیشنمون رو باز فعال کنید. ویدیو جدید آپلود میکنیم با خبر بشید. تا ویدیو دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با تشکر از شما. خدا نگهدار.